اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام، محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. شهادت شهید رو نباید تسلیت گفت، باید تبریک گفت، چون ما این الفاظو خیلی جابجا استفاده میکنیم، حالا مسامحتاً هم میپذیریم. تسلیت از این جهت که به ما به تسلا باید باشه، بله درست، اما حقیقتاً اینها تبریک داره. تبریک دارد یعنی اینکه مبارکه، یعنی برکت داره. خیلی وقتا ما تولدهای همو تبریک میگیم به هم دیگه، خیلی انصافاً حالا تبریک هم نداره. حالا مثلا چه گلی به سر دنیا زدیم، به دنیا اومدم، آقا تولد مبارک، چی شده مثلا؟ چه برکتی به دنیا اضافه شده؟ بعضیا هستن که هم زودتر برن بهتر هم هست، یعنی والا بیشتر به در دنیا میخوره تا به دنیا آمدنش. اما شهیده که تمام وجودش برکت. من حقیقتا خودم تو این سالها، خب صبح تا شب من کارم 15 سال پرچگالی همینه، من هیچ کار دیگه ندارم. 15 سال صبح و شب من همین کار. دیگه نفره 4 سال درس بخونه بشه کارشناسی میدن، 2 سال بذارش میشه کارشناسی ارشد، یه 4-5 سال هم تاش بگید دیگه طول بکشه دکترا بخونه. لااقل تو این زمینه به ما بگید یا نیمچه تخصصی داری تو این کار فرهنگی. من اثری که شهید بر مردم میگذاره رو نمونهش رو هیچ جا ندیدم. یعنی الان از من بپرسید که اثری که برخی از نهادها و سازمانهای ما که متولی امر همین امور هستن، الله اسم نبریم، دارن بیشتره یا شهید ابراهیم هادی؟ میگم شهید ابراهیم هادی. یعنی یه شهید، یعنی از من اگه بپرسن قرآن فرموده شهید زنده است، میگم بله یقینا درسته. میگن چون قرآن فرموده، میگم بله که قرآن، اما من با اون کارا ندارم. من تجربه شده دارم عرض میکنم، مجرب دارم عرض میکنم. شهید اثر داره. کاری بعضی موقع این شهدا با دل بعضی انجام میدن که خدا شاهد اصلا غیر طبیعیه، نمیشه. 10 سال بعد به طرف کار فکری و عقیدتی کنی، آروم آروم تغییر کنی، یک شب. عجیبه. این اصلا منطقی نیستا. یک عمر طرف با یه سیستم، با یه مدل زندگی کرده، میتونه تغییر بکنه به این سادگی. برای همین شهید همه چیش برکت. اگر تصور من نمیخوام اختیار رو سلب کنم، یا اشتباه نکنید، لا جبر و لا تفیض و الامر بین الامرین. شیعه اعتقادش اینه جبر و اختیار با هم آورده. اما مجبورم اینجوری بگم تا بهتر درک بشه برای مخاطب، اینکه شهدا اینا از اول انتخاب شدن. اینا یه مدت میان روی زمین بین ما زندگی میکنن، حجت بر ما تمام میکنن، ما رو خوب میشناسن، ما میشناسیمشون، بعدش هم میرن. الان خدمت خانواده محترم شهید آرمان بودم، اونجا عرض کردم خدمتش. ما حالا نمیگم کی، یکی از شهدا، مادر شهید، حالا به رحمت خدا رفته، خدا رحمتش کنه، ایشون تعریف میکرد برای ما، میگفت آره ایشون خیلی بچه داشته اما نمونده بودن، 5-6 تاشون بیشتر نموندن. بچه‌ها همه 3 ساله 4 ساله 5 ساله میشدن میمردن، اینجوری نبود مثلا سر زا اینطور مثلا رفت بشه. خب خیلی اذیت میشدن اینا. یه بچه فکر کن جلوت رشد پیدا میکنه، شیرین میشه، بعد تازه میگه این پسرم که شهید بود، با این 5 سالش بود، تب و لرز کرد، تشنج. قدیم هم مثلا کجا بود، مثلا شما ورد اینو ببرید یه روستایی پیدا کنید برید توی شهری، دسترسی نبوده دیگه. میگه من با این ذهنیتی که سر بچهای دیگه هم داشتم، گفتم میمیره. گفتم من بالا سر همین بچه رو پاشوره میکردیم و چیکار میکردیم اینا، همون روال قدیم که نفر تب میکرد. من خوابم بود، حالتی مثل خواب که حالا نمیدونم خواب بودم بیدار بودم، یه حالت عجیب بود، مثل این تجربه‌های زندگی پس از زندگی است. شنا همینجوری بود. اینی که من دارم برای شما میگم 20 سال پیش برای من تعریف کرده. خب الان حداقل مادرش فکر 10-15 سال فوت شد. بعد میگم منو گرفتن دستم بردن، گفت من از این آسمان ها میرفتم بالا. رفتت مفصل، حالا اون چیزی که ایشون دیده بود بهش نشون داده بودن با اونش کار ندارم. یه جایی مثلا عذاب ها رو بهش نشون داده بودن، اجر بهشتی رو بهش نشون داده بودن. نکات عجیب میگه ایشون یک ذره سوای جز نماز هیچی بلد نبود، هیچ نمیتونست بخونه.
قرآن نمیتونست بخونه. نکاتی که میگفت ما بابت تک تکش روایت داشتیم کنار. این چه عرض میکنم؟ یعنی یک، حالا اگه رویا بوده باشه رویا صادقانه بود. بعد میگفت دیگه یه جای ایشونو برده بودن، دیدم یه پرده ای از نور آویزونه، مثل ملافه است منتها پارچه نیست، نور مثل ملافه، اینجا بادم میخورد. میگه میدونستم اون کسی که اون پشت پیامبرمو نمیستم چهره مبارکش رو ببینم. میگفت چرا ناراحتی؟ گفتم به خاطر پسرم. گفت چه؟ گفتم اینم میخواد بمیره، من دیگه طاقت ندارم. گفت نه این نمیمیره، این شهید میشه. الانم نیست، این که الان 5-6 سالشه، این وقت داره، این اصلا مال شما نیست، این مال ماه. یه مدت فرستادیمش این پایین بین شما باشه، وقتش برسه دوباره برش میگردونیم. و ایشون بر من تعریف میگم، این بچه من از اون حالت در اومدم، از خواب بیدار شدم، دیدم بچه تبش قطع شده، بیداره، و من شروع کردم اینو بوسیدنش. من گفت از اون موقع تا 24 سالگیش که شهید شد یک بار دیگه سرما نخورد. بعد که میری تو زندگی اون شهید میبینید آدم عجیب غریبی، حالا وقتش نیست. خواهم بگم اینا عنایت داشته باشید. شهید مأمور خداست، شهید رسالت داره، میاد کاری انجام بده بره. این که شهید زنده است، بل احیاء عند ربهم یرزقون، رزق داده میشه بهشون، رزق میبره. موجود زنده نیاز به رزق داره. حالا تو یه بعد دیگه از این عالم داره زندگی میکنه، نه با این جسم، با یه جسم مثالی دیگه یه جایی داره زندگیشو میکنه و کار انجام میده. کار از دستشون. یعنی شما، من اینو مجرب تجربه شدم بهتون عرض میکنم. بارها به خیلی از جوانام تو جلسات عرض کردم، گفتم برید شما یه رفیق شهیدی پیدا بکنید، باهاش شروع کنید رفیق شدن، بعد از چند وقت اثرش رو تو زندگیتون ببینید. منتها فقط یک شرط داره، هیچ چی نمیخواد، فقط و فقط یه شرط، این ارتباطش فقط اخلاص. اگر نیت شما کاملا لله بود، هیچی آغشتگی نداشت، کمک هایی به شما شهید میکنه که اصلا باور نکردنیه. یک شب ره 1000 ساله میری. اینا دستشون بازه، منتها خدا یک حالت اجازه داده یک کاری بکنن، دستشون برمیاد. اون چه؟ اون که از ته دل باشه اون خواسته تو، نه برای دیده شدن خودت، نه برای گرفته شدن حال یه نفر دیگه. لله باشه، از ته دل باشه، اینا دستشون باز میشه. شرطشه دیگه. حالا هر قاعده ای شما، هر کاری آقا میخوای بری نمیدونم یه بانکی میگه آقا این رمزو باید بزنی، قاعدهشه. این قاعده اینجا هم همینه، یعنی باید این اخلاص باشه. اگه من شما تصور کردیم همینطور بریم مجلس شهید، نه بابا اینا از اولیاء الله هم. شهید ولی خداست. این مستند شنود، نمیدونم شنیدید یا نه، این عزیزی که رفته اون طرفو دیده برگشته، خب ایشون تو همون من گوش نکردم، اونم ظاهرا همونجا اشاره میکنه که پیش ما اومده بود دفتر ما. خب ایشون از نیروهای نظامی و امنیتی ما بوده، تو پاکستان ترورش میکنن، اینم میره، یعنی تا مرز شهادت میره و اصلا دیگه این روحش رفته بود، خیلی چیزا رو دیده بود. این برمیگشت به جسمش، همه این دور و بریا به دست باز دادن میفتن، میگن باز یه خبری میخواد بده. یعنی برای کافر هم ایشون حرفاش اثبات شد. چرا؟ چون قشنگ میومد غیب میگفت. برمیگشت به جسمش، خیلی افتاده به بیمارستان. بعد اونجا ایشون هم همینو میگفت اصلا سپاهی از ملائک در اختیار شهیدن. منتها شرطش چیه؟ اخلاص لله باشه، هیچی جز خدا نباشه. برای همینم اگه دقت کنیم ما بعضی موقع تو زندگیمون به یک گرفتاریایی میخوریم، خب بعد توهم میزنیم که خودمون میتونیم اینو حل کنیم، چون خودمون یه منیت این وسط میبینیم. میدونی کی مشکلمون حل میشه؟ اونجایی که میبریم تموم میشه، هیچ امیدی نداریم، داد میزنیم یا یه خدای از ته دل میگیم، خب خدا کاراشو به واسطه اول لا ان یجری الامور بغیر اسبابها، به واسطه یه اسبابی انجام میده. یکی از این اسباب شهیده. مثلا قرآن به ما میفرماد 4 گروه هستن که اینا
همونایین که شما بارها تو نمازتون گفته اهدنا الصراط المستقیم. تنها به غیر از صلوات تنها دعای واجب کره زمین همینه دیگه. بقیه دعاها واجب نیستن، مستحبن. این چرا واجبه؟ چون تو نماز اومده. یعنی اصلا تنها چیزی که باید بخوای همینه، اهدنا الصراط المستقیم. بعد میگه اینا صراط کیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسایی که بهشون نعمت دادی. به کیا نعمت دادی؟ آیه دیگه اینو میگه. بگم سوره نساء 69 هوش اشتباه نکنم. میگه من النبیین. خب پیغمبر که نیست. شهدا، صدیقین، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. شهید تو این رده است. ما تو مکتبمون در کلام شیعی ما چیزی تحت عنوان شانس نداریم. شانس یکی از اسمای خداست. یعنی چی شانسی؟ برگ بی اذن خدا از درخت نمیفته. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها. برگ بی اذن، دانه ریگی تو بیابون این ور اون ور نمیشه بی اذن خدا. بعد خدا اراده کنه یهویی یک جوانی رو که تا دیروز هیچ کس نمیشناختش، به یک باره کل ایران رو نگاه بکنی عکس و پرچمش بره بالا. خدا اینطور انتخاب میکنه. این آدمای مخلصی بودن. هم شهید حججی هم همینطور. من برام سوال بود آخه چطور این همه آدم سر بریدن تو سوریه؟ کم آدم چرا این شهید حججی اینجوری شد؟ برام سوال بود. من نجف آباد رفتم اونجا، پرسجود، دوستاش، رفیقاش، هر کسی که پیدا می‌کردیم، دیدم یه ویژگی داشته این آدم. خیلی بچه مخلصی بوده. از نجف آباد میرفته اصفهان، هیئت که تموم میشده وای میسته، هیئت تمام همه که رفتن هیچکی نمیاد، وای میسته آشغالا رو جمع می‌کرد. نایلونایی که مردم کفششون رو گشته بودن انداختن بیرون، نایلونا رو تو خیابون میشه جمع می‌کرد. تموم که می‌کرد، تمیز می‌کرد، سوار ماشینش می‌شد میرفت نجف آباد. از رفیقای پاسدارش هم بپرسی بگی مثلا خیلی ویژه بود، خیلی خاص بود، که آدم معمولی بود. چرا این آدما دنبال این کارا نیستن، ادعا نیستن خودشون نشون بدن، دنبال شومن بازی که نیستن که. اون که خدا ببینه. و خدا هم سنت الهی است، کسایی که اینجوری میخوان خودشون رو قایم کنن و جهانی میکنه. کدوم ما شهید احمدی روشن میشناختیم؟ این بچه مخلص بود. یکی از همین آقایون انرژی اتمی باش لج کرده بود، اذیتش میکرد. یه روز رفته بود سر کار، دیده بود صندلی پشت میزشو برداشتن. کدوم صندلیم که گفتن رفتن معتابی باز کنن، گذاشتن زیر پاشون معتابی باز کنن. اذیتش میکردن که جمع کنه بره. فرداش رفته بود میزش هم برداشتن. میزم کو؟ گفته 2 نفری رفته بودن معتابی باز بکنن. میشسته لبه شوفاژ کنار پنجره کاراشو انجام میداده. سنگر خالی نمیکرد. بعد یه روز برگشته به یکی از همین آقایون بابت شستشوی ماشینش تذکر داده بود که آقا با آب اینجا ماشینتو نشور. او بنده خدا ظاهرا کینه میکنه. به خاطر اینکه حال اینو بگیره کار مملکت رو عقب میزنه. ما آدمای از این جنس زیاد داریم، ما لجبازایی که فقط میخوان حال تو رو بگیرن، گو به خاطر یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنن. ما کم نداریم تو مسئولینمون به خاطر اینکه حال یه مسئول دیگه رو بگیرن کار مردم رو زمین میزنن. به خاطر اینکه آدم مد نظر خودشون رأی نیاورده بیچاره میکنن مردم یه شهر رو. به وفور میشناسم من. تا فردا میتونم قصه براتون تعریف کنم. این ارزالو باشه که مملکت ما رو گرفتن. که یه تار موی این بچه‌هایی که اینجوری میرن پرپر میشن و با کرور این آدما رو عوض کرد. هر روزم جلو تلویزیون و مصاحبه و نمیدونم چه و چه و چه. میره عوارضی که کاشون وای میسته که اینو پیداش کنه. این دژبانای ارتش هستن، دم عوارضی وای میستن، سرباز فراری میگیرن. وای میسته تا ماشین اینو پیدا بشه. ماشینش که می‌خواسته بره میره جلوش میگه من از تو عذرخواهی میکنم. کار رو زمین بود. حالا من شما باشین؟ به ما چه گروه پدرشون مگه چیه؟ کاسه داختر از آشم مگه چقدر بهم حقوق میدن؟ مگه اونو چیکار می‌کنم؟ خب همینه دیگه. حالا من میگم چرا اون شهید میشه ما نمیشیم؟ بابا ببین چیکارا کرده. اونجایی که غرورشو لله شکست. لله. ما برادران عزیز اهل سنت ما میگن میشه اسدالله الغالب باشی؟
ذوالفقارت معروف بشه جلوی چش زنتو بزنم؟ میگم میدونی چرا؟ چون خودتو با امیرالمومنین مقایسه میکنی. بله تو به خاطر اسلام از زنت نمیگذری، تو به خاطر اسلام بچت نمیگذری، خودتو با علی مقایسه نکن. مشکل اینجاست که تو با استاندارد خودتو، کالیبر خودت داری میسنجی. نه عزیزم این نیست. لله باشه. خود امیرالمومنین میفرماد اگر من با همین شمشیرم الا به همین میگه به سیف خودم میشم الا خیشوم هازا بزنم به صورت مؤمن، با شمشیرم تو صورتش بزنم، از من ناراحت نمیشه، چون میدونه لله زدم. اما طرف میاد میگفت با علی مشکلت چیه؟ گفت پسر عمومو توی بدر کشته. خاله پسر عموت کی بوده؟ مشرک بود دیگه، کافر بود، مشرک بود. خب اگه علی نمیکشته چی شد؟ پیغمبر رو میکشت. اون می‌خواست پیغمبر رو بکشه، امیرالمومنین رفت پیغمبر دفاع کرد. نه پسر عموی منو کشت. ما با علی مشکل داریم. احقادم بدریه و خیبریه و حنینیه. ولی این مکتب امیرالمومنین پا منبریای علی ان. این که شما میبینید عالم بزرگی بهش میگفتن بزرگ سخنوران مثلی. من توییتشو زدم، نه توییتشو دیدم ببخشید، چند وقت پیش یه جا جالب بود دیدم یه نفر توییت زده آورده صوتشو گفت فقط فلسطین و فقط جوانانی مانند علی میتوانن آزاد کنن. چرا؟ چون میگه که اخلاص میخواد این کار، نه واسه جلو دوربین، نه واسه دیده شدن. تا روزی که به شهادت داری فکر میکنی اما کنارش داری به این فکر میکنی اگه شهید بشم یه خیابون به نامم میکنن او عجب تشییع جنازه میشه، شیویدم نمیشه. طرف شنیده بود من اصبح لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبی الی لسانه. اگر کسی 40 شب تا صبح لله شب زنده‌داری کنه این چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. بعد رفت 40 شب همین کارو کرد، هیچ کوفتی نشد. خوابی دید حالا هاتفی از آسمان چی بود بشد. خب عزیز من تو لله نبود، تو برای اینکه چشمای حکمت به قلب جاری به زبان جاری بشه این کارو کردی. من اصبح لله 40 صباحا لله. چرا این اتفاق بر ما نمیشه؟ چرا ما انتخاب نمیشیم؟ ما اخلاص نداریم. ما دنبال اینیم آرممون این گوشه بزنن و اسممون اون گوشه باشه و به خدا قسم از همین سخنرانی‌ها و ما سخنرانی‌ها و منبری‌ها شروع کن بگی برو الا ماشاءالله. تعارف نداریم. من از همه بدتر. به چند نفرمون بگن 10 نفر یه جا جمع شدن بیا بریم سخنرانی حاضری بیای. 10 نفر خجالت نمیکشید؟ برای 10 نفر از من جمع کن ابا عبدالله برای یک نفر تو مسیر سخنرانی کرد. از حسین بالاتری؟ صبح جای عرض میکردم بود و نبود ظهر چه فرقی برای سپاه امام حسین داشت؟ حالا مثلا 70 نفر بشن 69 نفر، 100 نفر بشن 99 نفر، به کجا برمیخوره؟ خود ابو عبدالله که شب عاشورا همه میگه برید که اینا فقط با من کار دارن. عادل خود حجت تمام کنه، شهید حجت تمام کنه. منم به مادر شهید عرض کردم گفتم من یه چیزی به تو میگم نمیخوامم بازآفرینی کنم یه سری خاطراتو برای شما بین الله. با 1 سال فاصله باور کنید با 1 سال فاصله گفتم خدمت شما رسیدم که بعد از 1 سال بتونم این حرفو بهتون بزنم. اون موقع نمیتونستم ببینم. اونم چی؟ اون که خوشا به حال قلب شما که یه روزه هایی رو شما درک کردی که ما 100 سال نمیفهمیم چی. تو با گوشت و پوست و استخون فهمیدی هر کی با هر چی رسید زد یعنی چی. در اسلام داریم، ببخشید من اینطور میگم، مجبوریم دور از شأن شهید بزرگوار مصبح به طریق اولا 1000 مرتبه ابا عبدالله، اما تو احکام ما اینه میگه حیوانو به مرگ صبر نکشید. یه عربای چاله‌ای درست میکردن ما که زورشون نمیرسه، مثلا میخواستن یه شیری رو گیر بندازن مینداختنش توی گودالی، بعد میومدن از دور شروع میکنن بهش سنگ زدن که خودش از حال بره.
بعد میرفتن، جرئت نمیکردن نزدیک بشن دیگه. یا این قتل صبر، میگفت آقا با حیوان اینجوری تا نکنید. پدر شهید احمدی روشن میگفت این اواخر هم من فهمیده بودم هم مادرش، حس میکردیم این بچه میخواد یه چیزیش بشه. نه مادرش جرأت کرده بود به من بگه، نه من جرأت کرده بودم به مادرش بگم. اما خب شهید احمدی روشن قد بلند بود. گفت اما وقتی این لباسای انرژی اتمی تنش میکرد میخواست بره، اینجوری میشستم نگاش میکردم جلو چشم راه میرفت، گفت روزه علی اکبر تو ذهنم میومد. بعد هیچی نمیگفتم من که گفتم آقا از این به بعد تو میفهمی روزه علی اکبر یعنی چی. تو پسرت برات عزیز بود نه؟ پدری دیگه. حالا فکر کن رابطه پدر و پسری فقط نبود، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله به میدان فرست. امثال آرمان علیوردی برای اینن که برادر من، خواهر بزرگوار من، برای اینن که به من و شما یادآور بشن که هنوز هم این مسیر و این در باز است. امثال محسن حججی ها با اون تصویر عجیب غریب از اون داعشی که مثل شمر کنارش وایستاده، خنجر تو دستشه، چادرایی که اون پشت سر داره آتیش گرفته، اینگاه خیمگاه عبدالله، این رگ گردنی که تورم کرده. همون موقع من یه نامه خطاب به شهید نوشتم وقتی عکسش اومد بیرون، گفتم آخه مؤمن چرا همه چیز تو آدمو یاد ابا عبدالله میندازه؟ تمام این آقا اینا قصه نبود، فکر نکنید اینا مبالغه شیعه بود. داعش پیش اومد تا حجت تمام بشه بگه سر میبرن، داعش پیش اومد تا بگه ببین اسیر میگیرن میبرن. یک مسئله ای رو آرمان برای من حل کرد. اون پارسال عرض کردم دو سه جا سخنرانی داشتم، این مسئله ای رو ایشون برای من حل کرد که بسیار مهم بود. گفتن چی؟ گفتم که آقا مراقب باشید. من تازه فهمیدم یه بخش عمده ای از کسایی که تو سپاه یزید و عمر سعد وایستادن جلو ابا عبدالله جاهل بودن. یه عده این کاره بودن، تو قصه آرمان هم یه عده این کاره بودن. همون شب اکباتان اسم رمز داشته، اکباتان آبادی، ازش اسم رمز میپرسن، تا میبینن بلد نیست شک میکنن دنبالش میفتن. خودشون یعنی گروه های کاملا دوره دیده بودن، برای خودشون اسم رمز و نمیدونم این چیزا اسم شب گذاشته بودن اینا. یه عده اون، اما اینا میندازن جلو کارو، بقیه دیگه از جهل استفاده میکنن. این بدترین، یعنی سیاهی لشگر اینا جاهلان. من اونجا در ماجرای آرمان فهمیدم که آدما ریز ریز میتونن خیلی خطرناک و قسی القلب بشن و دلشون نلرزه. این خطوات شیطان، این گام‌هایی که شیطان برامون میذاره، قدم قدم میریم جلو، به این مرحله‌ای برسی هیچی دیگه نفهمی، سرم میبری، به هیچی رحم نمی‌کنی. می‌بینی چرا روزه ابا عبدالله اینجوری گناه میشوره؟ می‌بینی جایزه ها چیه خودت روزه ابا عبدالله گذاشته؟ برای اینکه همیشه ما رو با استانداردها مطابق نگه داره. برای اینکه یه روزی به خودم بسنجم بگم چرا من پارسال به این روزه راحت اشک می‌ریختم، چرا الان گریه نمی‌کنم؟ دارم تغییر می‌کنم، نشانه‌های بیماری قلبی و روحی رو در خودم تشخیص بدم. بدترین چیز جهل است. در زیارت اربعین میخونید از زبان امام صادق علیه السلام خطاب به ابا عبدالله، برای ابا عبدالله، که خدایا این جد ما امام حسین بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک چی من الجهاله و حیرت الضلاله. عرب برای هر چیزی چندین اسم داره. اینا صبح برن از چشم آب بیارن یه فعل استفاده میکنن، شب برن از چشم آب بیارن یه فعل استفاده. حالات مختلف یک چیز رو اسامی مختلف داره. خون، ما میگیم خون، یه اسم داره. اما تو عربی دم، سار، مهجه،
همینا فرق داره. سار اون خونیه که ریخته شده و هنوز خونخواهش پیدا نشده. همین سار الله. دم اون خونی که تو رگه. مهجه چیه؟ قلب گوسفند رو شکافتید، همیشه یه لختی توشه. با آخرین خونی که توی قلب میمونه و معمولا لخته میشه چون نمیتونه خارج شه. بهم میگن مهجه. میدونید چی میگه؟ میگه جدمون حسین اون آخرین قطره ته قلبشم داد برات. لیستنقذ عبادک، برای اینکه بنده های تو رو من الجهاله، از جهل و حیرت الضلاله و حیرت و حیرانی گمراهی و ضلالت. سر و ته بحث چطور به هم رسید؟ اهدنا الصراط المستقیم. آره ما تو ضلالت گیر نکنیم، ما تو جهالت گیر نکنیم. آخر این آیه که وقتی اون 4 گروه معرفی میکنه آخرش میفرماید حسن اولئک رفیقا. عجب رفیقایی یعنی اینا، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. یعنی اینا رو رفیق بگیرید با خودتون، با اینا دم خور باشید، با اینا حرف بزنید، باور داشته باشید. من هر بار یه یادوار شهدای دعوت هم میکنم، اون سخنران گل از گلم میشکفه. میگم من میشه شهید سخنرانش خوش دعوت نکرده باشه، مدداش خوش دعوت نکرده باشه، اون کسی که میخواد بیاد بشینه پا منبری خودش دعوت نکرده باشه، برای تک تکتون دعوتنامه فرستاده، یه کاری براتون پیش میاد نمیتونستید بیاید، اراده میکنه میگه میخوام فلانی تو مجلسم باشه. هم مسجدیاشو دعوت کرده، میگه ما با اینا سلام علیک داشتیم. ما امید پیدا میکنیم. این استانداردها رو فراموش نکن برادر من، این قالب‌ها رو فراموش نکن. همیشه خودمون رو به روز با اون استانداردها نگه داریم. روضه ابو عبدالله پس برای این است، یکی از دلایلش این که ما رو استاندارد نگه می‌داره. میگه هنوز آدمی می‌بینی اشک می‌ریزی؟ همین دلت پاکه، برای همین یه قطرش میشوره میبره همه چیو. منطقیه. تنظیمات کارخونه است، دیدین گوشی موبایل خراب میشه میگه بازگشت به تنظیمات کارخانه، پاک میشه. یه منطقی پشت اینه. من و شما تا موقعی که مسیر رو درست تشخیص ندیم، صدی هم درست رانندگی کنیم، رانندگی درست و قانونی ما هیچ فایده‌ای ندارد. ما قرار بود بریم به سمت شمال، داریم به سمت جنوب میریم. حالا خوب آقا بالای 100 تا رانندگی نمی‌کنیم، کمربند بستیم، هیچی نمیخوریم، با هیچ که حرف نمیزنیم، جفت دستمون 10 دقیقه روی فرمون. میگه این رانندگی خوب داره تو رو از مقصد بهتر دور میکنه. چی شو؟ رانندگی خوبه. ای کاش بد رانندگی کرده بودی، افسر جلوتو میگرفت. کم نداریم نمازهایی که خونده میشه اما بی ولایت آقاست. رانندگی رو به شماله. او نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. فراموش نکن برادر من، اون موقعی که دول خیلی شلوغ شد، خب اینا خیلی اومدن، یه عده برای پاداش اومدن، برای غنیمت اومدن. میدونید اینا جماعت بدبخت بیچاره جاهلی رو همراه کردن. به ابن زیاد گفتن ما چی به اون میدی؟ گفت هیچ بدون، برو همونجا غنیمت گیر بیار، خودت میدونی. بنزین ماشینشون رو فکر کن داد تا اونجا، جوی اسبشون از کوفه تا کربلا. همین جوی اسبشون رو داد. گفت بقیهش با خودت. برای همین اینا وقتی ریختن سر ابا عبدالله با هم مسابقه میدادن. اون کسی که انگشتر رو در نمیاره چون میترسه یکی دیگه انگشتر رو در بیاره، میخواست سریع یه کاری رو انجام بده. بعد میگه یه سری پیرمرد وایساده بودن اون پشت، گذاشتن کار تمام شد، گودال خلوت شد، اومدن با عصاشون اینجوری میزدن به پیکر مطهر، میگفتن خدای شاهد باش ما هم تو این کار سهیم بودیم. لک یا الله، برا تو. یتقربون بالله، یه اینا تقرب میجستن به خدا با عصا زدن. این چه نمازی بوده؟ این از این یک حیوان ساخته. اون چه نماز قرآنی که از داعشی جانوری میسازه که اینجوری قتل عام انجام بده. میبینید امروز صحنه‌هایی که در
فلسطین اشغالی صهیونیست‌ها دارن رقم میزنن که چیکار دارن انجام میدن. بعد میدونید چرا ما ایرانی‌ها بیشتر آتیش گرفتیم، لبنانی‌ها بیشتر آتیش گرفتن، عراقی‌ها بیشتر آتیش گرفتن؟ چرا؟ بچه مشترک ما چیه؟ ما با پیامبر ابا عبدالله بزرگ شدیم. ما احساس میفهمیم. کجای دنیا شما پیدا میکنید مردای 50 60 ساله برن سر قبر دختر 3 ساله زار بزنن، اشک بریزن؟ کجا پیدا میکنید؟ یعنی احساس. کجا پیدا میکنید مردای 70 80 ساله 90 ساله اشک بریزن بر بچه 6 ماهه؟ یعنی که این اخلاق، این مسیر، اینه مسیر درسته. حالا تو این مسیر خطا هم کرد. یعنی چی؟ درست فهمید و به سمت جنوب باید میرفت، حالا دو تا خلاف رانندگی هم کرد، جریمه‌اش میکنن، اما درست داره میره. برای همین از به امام کاظم ظاهرا، حالا امام کاظم نباشم معصوم، امام میرسن گفت آقا بعضی از محبان شما هستن مثلا خطاهایی ازشون سر میزنه و فلان اینا، حضرت فرمود حق ندارید بهشون فاسق بگید. اون مسیر رو درست تشخیص داده اما دچار خطاه، خطاکاره، خلافکار نیست. یادش رفته کمربند ببنده. بله درستش اینه، هم مسیر رو درست تشخیص دادیم، هم قواعد و احکام و یعنی قوانین راهنمایی، یعنی شکی نیست. همینو متوجه باشیم. امثال آرمان ها علمن، اومدن حجت هم میکنه برای منشون که یه جوان 21 22 ساله یهو میاد با سرعت موشک کنارمون رد میشه، بعد من و شما برمیگردیم نگاه میکنیم، من 40 ساله توی 50 ساله 60 ساله 70 ساله، میگیم من همین الان اسرائیل بیاد بالا سرم چی دارم پس بدم؟ شنیدی در مورد شهیدین محضر رهبر انقلاب بارها خاطر گفت آقای امیر عباسی مداح میگفت وقتی من داشتم میذاشتم آرمانو تو قبر، میگفت مادرش خیلی بیتابه میکرد. خب یعنی خانواده هنوز نمیتونن، اینا دعوتشون میکنن یه جا، بعضی از اون تیکه‌های فیلم و تو کلیپایی که قبل سخنرانی ها و مراسم پخش میکنن اونجاها دیدن ها، نمیتونن کلیپا رو نگاه کنن، نمیتونن، سخت. آقای بچه رو بد زده بودن، بودم مادرش بیتابه میکنه، میگفت من یه سر زبان افتادم مادر نترس نگران نباشه، این الان تو بغل امام حسینه. یه شب بعد 2 شب بعد چه خاله شهید هم خواب میبینه که ابا عبدالله اون طرف رو به آغوش کشیده داره، درسته تو بغل من بود اون لحظه. بعد من برگردم با خودم میگم عمرم گذشت، الان اگه پاهامو رو به قبله بکنن یا ابا عبدالله میای بالا سر من ما ایستی بگی حساب شد آقا ایشون با من، تمام این اشک‌ها اشک‌های حسرت، اشک‌های قشنگیه. یعنی چی؟ یعنی خدای ما اونو دوست داریم، استاندارد اونه، ما قبول داریم استاندارد اونه. میشه دست ما رو هم بگیری؟ الله اکبر. یا میاد تو نجف آباد یه شهید اونجوری میزنه، از این محل غرب تهران یا یه شهید اینجوری میاد، اصلا فکرشو نمی‌کنه، کسی که تا دیروز نمیشناختش. و اما نقطه مقابلی دارد، خدا هر جایی حجت رو تمام میکنه عذابش هم عذاب سختی ها. این حواریون حضرت عیسی غذا خواستن، خدا گفت از آسمان براتون غذا میفرستم، اما بدونید بعد از این اگه دست از پا خطا کردید، عهد شکستید، جوری عذابتون، این خطرناکترین آیات قرآنه، 4 ستون بدن آدم میلرزه، میگه جوری شما رو عذاب میکنم که احد الناسی رو اینجوری عذاب نکردم. الله اکبر. احدی رو اینجوری عذاب نکردم. برای چی؟ میگه تو حجت میشه از آسمون، کی غذا از آسمون میاد؟ شهید همانقدر که نور است، مایه هدایت است، مثل مسیر راه، درست آدمایی رو فرا میخونه به درونش، اما گارد ریل داره.
بیرونش هم دیگه خطرناک در رس. همونجوری که حجت تمام میکنه میگه پاشو بیا، میگه نرو. شما قصه کربلا رو ببینید. بچه 6 ماه داره تا 90 ساله، زن داره، مرد، غیر مسلمان تازه مسلمان شده، مستبصر داره، آدمی که از صحابه پیغمبر بوده داره، برادر تو این سپاه، برادر تو اون سپاه، پدر تو این سپاه، پسر تو این سپاه. خیلی حرف. شمشیر میکشید جلو برادر خودش، برادرش سپاه امام حسین بود، اون تو سپاه عمر سعد بود. خطاب قرار داد ابو عبدالله، گفت الکذاب ابن الکذاب. ابو عبدالله، این داداش این وقت توی رکاب امام حسین، این کی داره به امام حسین میگه دروغگو، فرزند دروغگو. اینا حجت تمام میکنه. هرچه پدیده‌ای نور بیشتری داشته باشد سایه بزرگتری هم تولید میکنن اگر جلوش بایستید. شما هر بار هر جایی به منشأ نور نزدیکتر بشید سایه‌تون بزرگتر میشه. به لامپ هرچی نزدیکتر بشید سایه‌ت بزرگتر میشه. برای همین هر کسی در صدر اسلام همزمان با 5 تن آل عبا زندگی کرد، یا سلمان شد بهره برد از 5 تن از 5 نور خدا، یا آدمایی شد که دیگه اسم نبریم دیگه. ایستادن ظلمتی ساختن به اندازه 1400 سال که هنوزم آدمایی دارن گناه میکنن، منحرف میشن، در ضلالت میمیرند، مقصرون. سوره کهف رو میخونی میگه میخوای بهتون خبر بدم بدبخترین آدما کیان؟ بل اخسرین اعمالا. از اینا خسران زده تر وجود نداره. کیان؟ خدای. میگه اونایی که فکر میکنن کار خوبی دارن میکنن. داعشی میاد سر میبره فکر میکنه داره کار خوب میکنه. الان میرم پیش پیامبر. اون کسی که عملیات انتحاری انجام میده، اونی که به شاه چراغ حمله میکنه، میدونه میگیرن میکشنش، میدونه تای ماجرا مرگه. ببین چقدر بد، چقدر خوب داره یه کار بدی رو انجام میده، تر و تمیز داره یه کار بد انجام میده، چقدر خوب داره رانندگی میکنه تو مسیر اشتباه. نقل میکنن در مورد از عرفان ابو سعید ابوالخیر بوده، کی بود حالا حضور ذهن ندارم، مهمم نیست، مطلب مهمه. یه نفر رو دار زده بودن، فسق و فجوری انجام داده بود، میگفت این پاش همچین شد، دم پایش گیر کرده بود، اومد خم شد پای اینو بوسید. گفتن چیکار میکنی؟ یا خیلی فاسق بود، فاجر بود، فاسد بود. گفت تو این مسیر اومدی انقدر بالا رفتی، اگه تو مسیر درست میرفتی تا کجا میگی؟ یعنی بالاخره دزدی کردن شجاعت میخواد. بعضیا اصلا دزدی نمیکنن چون نه که بدشون بیاد، میترسن، ارزه دزدی ندارن. میگه ارزه‌شو داشتی، حیف این تکفیریا بعد امروز با صهیونیست‌ها میجنگیدن، یک گلوله سمت اسرائیل تا الان شلیک نکرد. چه توانی از جهان اسلام گرفته شد، اسم جهاد رو به کثافت اینا کشیدن. مثلا تو بگی جهاد دیگه، بعد تو چه مسیری؟ خودشون رو فدا کردند اما برای شیطان. به خدا از هر من الشمس، اون بابایی که قرآن آتیش داده تو سوئد، کجاه؟ سوئد دور تا دورش محافظ میذارن. عکس حاج قاسم هم آتیش داده، عکس رهبری هم آتیش داده، جزء سوابقشه. پرچم اسرائیل هم با افتخار برده بالا. که آدم نگاه کنه میفهمه دیگه. بخاله یک جای شما نمیتونه حق و باطل رو تشخیص بدی، گیر کردی، نگاه کن جبهه حق رو تشخیص بده. ببین دشمن کجا داره آتیش میزنه. این رزمندای ما میگن ما زمان جنگ می‌خواستیم ببینیم جبهه خودی کجاست، می‌دیدیم ببینیم بعثی‌ها کجا آتیش می‌ریزن. گو گیج می‌شدیم نمی‌فهمیدیم کدوم بری به برگام، گفتم ببینیم کجا آتیش می‌زنه. خب اینور خودی‌ها. دیگه باید آدم کور باشه کسی بر پیامبر کاریکاتور داره می‌کشه، توهین می‌کنه. صنعت کثافت و هرزگی و پورنو تو دنیا داره گسترش میده. صهیونیسم جهانی امروز بزرگترین دشمنش کیست؟ انقلاب اسلام. چرا؟ همین از خودت نمی‌پرسی؟ به این خونه این بچه‌ها تو غزه ریخته میشه، اینا رو به من تو بفهمونه. بگی می‌بینی؟ ول کن دینو. آدمی یا نه؟ نگاه کن داره چیکار میکنه.
یه 2 تا 4 تا میتونه بکنه دیگه. میگه گیر کردی یه جایی. بله اگه دل بدی به این رسانه ها بیچارت میکنن. مگه صدر اسلام نبوده؟ از مولود کعبه، اون کعبه به خودش 1 نفر تا الان دیده که در درونش به دنیا خدا حضرت عیسی میخواست به دنیا بیاد، به مریم گفت برو بیرون اینجا زایشگاه نیست. بیت المقدس برو بیرون اینجا زایشگاه نیست. به فاطمه بنت اسد میگه بیا تو. نه از در، میتونست در داشت کعبه. نه میخواست به همه فردا نگن، میخواست فردا کسی نگه. این در باز بود، خودش رفت تو، بی هوا هم رفت، کسی هم نبود. اللهم صل علی. گفت دیوار شکافته بشه. تا این مراسم حج من ردیف اول افتاده بودم. اینا خیلی آدمای عجیبن، این سعودی‌ها وهابی خیلی عجیبن. یه گوشه بین 2 تا رکن و از رکن یمانی تا رکن حجرالاسود رو نمیذارن کسی نماز بخونه موقع نماز. یعنی این اگه کعبه باشه بلا تشبیه، اینجا همینجوری صف تشکیل شده، صف تشکیل، یه تیکه رو نمیذارن، نخ میکشن. امام جماعتشون زیر سایه، اونجا کسی جلوش نیست، اون میخواد نماز بخونه. یعنی کسی که ردیفای جلوترن چیان؟ از امام جماعت چیان؟ جلوترن. خب بعد کنار من یکی از همین افغانستانی افتاده بود، برادر اهل سنت افغانستانی بود، نه ایرانی بود، همون افغانستان اومد، همین طرفدار شیش دنگ و آنچنانی طالبان هم بود. بعد بهش گفتم سعادتی داشتی اینجا افتادی یا ردیف اول روبروی ترک این خونه. گفت مگه چیه این؟ دفعه سوم چهارمش بود. گفتم اینجا جایی که. گفت کی گفته؟ خدا بیامرزه پدر هر کسی که اینترنت درست کرد. من تو اینترنت براش مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 آوردم، حدیثش بهش نشوندم، کتاب خودشون. مستدرک حاکم یعنی کتاب که مولا درزش مثلا نمیره ها. نگاه کرد دید نه، بالا پایین کرد، دید سایت‌های کتابای خودشونو از سایت‌های خودشونه. یهویی زد زیر گریه. گفت خدا من توفیق داده، خدا خواسته من اینجا نماز بخونم. پرانتز بسته. خدا به مریم میگه برو بیرون، به امیرالمومنین میگه بیا تو. بعد کجا شهید شده این آقا؟ تو خانه کعبه به دنیا آمده، تو محراب زدنش. تو محراب هست. میرفتی شام، گفتن علی رو ترور کردن. گفتن کجا؟ تو مسجد. ما چیکار داشته تو مسجد؟ همین چه شد؟ چیکار داشته؟ وسیله داشته تو مسجد، داشته رد میشده؟ رسانه این کارو باید میکنه ها. برای همین خدا بهت عقل داده، میگه یک جایی برگرد نگاه کن ببین کدام جبهه، کدوم آدما با چه ویژگی های چه حرفی دارن میزنن. با اون آدم سالمیه، اون آدم صادقیه. چون اون هرچی دزد و پدر سوخته است فرار کرده، میگه بلندش رفتن کانادا و نمیدونم چی، اون خاوری و نمیدونم کی و اینا یه طرف ماجرا. که اینا رو هم نمیبینی؟ کانادا دلش برای مردم ما سوخته. خب یارو پول دزدیده برده دیگه، پسش بده. ها؟ نه، اون از خداش اونو اونجا نگه داشته که این پالسو بفرسته، بگه آقا پول بدید پاشید بیارید اینجا سرمایه گذاری کنید. میبینی همجنس بازا، تکفیریا، تجزیه طلبا، یعنی یه دستی دور هم جمع شدن که اصلا خندت میگیره نگاه میکنی که اینا 1000 سال دور هم جمع نمیشدن. 1000 سال. بابا سازمان مجاهدین با سلطنت طلبا باید کارد و پنیر با هم باشن. چرا؟ چون قبل انقلاب هر چی از اینا اعدام کرده، کی اعدام کرده؟ شاه. اینا رفتن با هم توی جبهه. الله اکبر. از عجایب جمهوری اسلامیه. یه کارایی میکنه چیزایی آشکار میشه که هیچ وقت تو تاریخ نمیتونی پیدا کنی. سلطنت طلبه طرفدار ایران بزرگ و نمیدونم چی و فلان و بهمان، با کرد تجزیه طلب و بلوچ تجزیه طلب و ترک تجزیه طلب و عرب تجزیه طلب رفته توی تیم. چطور ممکنه همچین چیزی؟ ولش کن. این از هرم من الشمس شما نگاه کن اون طرف کی وایساده اینجا. جبهه ابو عبدالله نگاه کن. این طرف اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول. این طرف امام حسین نوه پیغمبر.
اون طرف حضرت عباس خوش میاد. همه حضرت علی اکبر به مهمونداری معروف بود. شب یه آتیش روی خونه شبا روشن میکرد که اگه غریبه اومده می‌خواستم بگم آقا جایی هست اینجا شب بخوام یه نون و لقمه نونی، گفتم آتیشو ببین برو سمت اونجا. این طرف همه اینن، اون طرف چیه؟ اون یارو که اصلا باباش معلوم نیست کیه. اسم باباشو نمی‌شناسه، اسم مادرش ما ابن مرجانه. ببینیم بچه کش اون طرف. ببین ابو عبدالله چی میفهمه؟ فهمات ببین شما آب بدید یا آب ندید بازم فرقی نمیکنه، این رفتنی این بچه. تلظی تو زبان عربی اون ماهی که وقتی دیگه ماهی بیرون بمونه برش هم گردونی تو آب زنده نمونه، دوباره اینجوری کج میشه میاد آب، یه مدت چند میمیره. میگه دهنو باز بسته، میگه آب بدید یا ندید فرقی نمیکنه. ابو عبدالله میخواد نجاتشون بده، بگه ببین یه کمکی کردن خدای ببین من دستم باز باشه ببین. اما نه این کار نمیکنه. به بچه 6 ماه رحم نمیکنه. تیر 3 شعبه میذاره. من ببخشید میدونم اینجا به خدا اینا روزه است، شما الحمدلله اهل گریه اید، منتها اگه این موقع اینا رو نگیم کی بگیم؟ تیر 3 شعبه رو من دیدم تو همین سریال مختارم اشتباه کشید ترسیمش کرد. تیر 3 شعبه اونجوری نیست. تیر عادی این فلزی که سر تیر میزدن مثل بادومه، یعنی اینجوری تیزه. این تیزه فقط وقتی وارد جای بشه وارد بدن بشه همونجوری هم در میاد. تیر 3 شعبه مثلثه، اینجاش 2 تا گیر داره، این راحت تو میره، بعد چون گوشت میاد پشتشو پر میکنه دیگه بر نمیگرده بیرون، گیر میکنه. یعنی طرف اون تیر 3 شعبه رو برای قهرمانای جنگی میزنن که چرا؟ که تیر رو بیرون نتونن بکشن، خونریزی رو بند بیارن. تیر گرونه شونه. آقا گلوله میخوای بزنی، گفت چه مرمی سر این گلوله باشه. متوجه شدید؟ به بچه 6 ماهه این تیر 3 شعبه زدن. خب حجت تمامه یا نه؟ امروز تو نگاه نمی‌کنی اون چیزایی که تو اون تیمن، تو اون جریان وایستادن، به عزای امام حسین دارن گیر میدن. دنبال بهانن، همشون هم خالی بندی یه ننه یه عمه یه کسی دارن که تو آمبولانس تو دور پشت هیئت مرده. ببین میگم کی توی آمبولانس. خب این عمه شما توی آمبولانسا پشت سر این شلوغی اغتشاشات نمیمرد؟ عمه ملت فقط اونجا میمیرن؟ یه مراسم مذهبی انجام میشه، 4 تا کاغذ یا آشغالی رو زمین باشه بیچاره میکنن، بیا ببینید آشغال ریختن. مسابقات فوتبال مشکل ندارن با شادی مردم ها، اشتباه فکر نکنید، پارادوکس اینا رو میگم ببینید. مسابقات فوتبال برگزار میشه، یه شهری این آشغال میگیره، صدا یکیشون در نمیاد. پول ببری کربلا خارج کردن ارز از کشوره، پول ببری آنتالیا خارج کردن ارز از کشور نیست. ببین من واسه میگم جفتش خارج کردن ارز از کشور دیگه، باش جفتشه. چرا اینجا لال میشی اون وسط در میاد؟ تو معلومه دروغگویی. تو اصلا مشکل با امام حسینه. روت نمیشه دنبال حواشی این مسئله یه چیزی پیدا کنیم وسط. 100 بار دیگه من دارم میگم. شایعه کردن در غزه که فلسطینیان 48 تا بچه رو سر بردن. یه خبرنگار توییت زد، بعدش هم گفت من همینجوری گفته بودم. پخش شد وقتی کل دنیا رو گرفت. اینا دادو دیدید گفتیم اینا داعشیان، دیدید فلسطینیا داعشن. تمام گفت آقا خب تموم شد که دروغ بود. خب پس بچه کشی بده دیگه، باشه اوکی قبول. الان چرا لالی؟ الان چرا صدا در نمیاد؟ نه میدونید چیه؟ اینا برای چی بچه‌هاشون رو نگه می‌دارن تو خونه که اینا موشک میزنن؟ بچه کجا ببره؟ بچه برده بیمارستان هم زدید. نمیگم زدن، میگم زدید. تو اون خون شریکی، توی که راضی، توی که داری ماله میکشی برای اون کار، تو هم شریکی. زدید. ببین اون دنیا با همونا محشور میشه یا نه. صبر کن ببین. ما در مورد جنایتی که در مورد اهل بیت شده میگیم نه تنها خودشون، با اون کسی که رضیت، اونا که راضی بودن به اون کار، اونا هم تو همون تیمن. ما میگیم یا لیتنا کنا معکم، ای کاش ما با تو بودیم یا ابا عبدالله. میگه خب الکی نگو، یه 2 تا اثبات کن. چجوری اثبات کنم آقا جان؟ چجوری اثبات کنم؟ چجوری اثبات کنم که اگر میبودم من نمیرفتم سپاه عمر اسد، اینجا پات وای میستادم؟ امروزی اثبات کن. چیکار کنم؟ ببین میگم ببین آقا
اونجا رو بهش میگن حرم شما، حرم امام حسین، حرم از زینب. ببین برای سنگ و چوب اون حرما خون دادیم. قبول داری دیگه؟ مدافع حرم. به طریق اولا اگر چشمون تو چشم امام زمانمون بود ابا عبدالله معلم ناصری انصارانی، براش جان میدادیم. آره دیگه، منطقه دیگه. من بعد 1400 سال لبک تو رو دارم میشنوم، لبک دارم میگم ابد والله یا زهرا ما ننسى حسین، من والله فراموش نمیکنم. امثال این شهدا میان اینا رو اثبات میکنن. استاندارد یک جامعه رو بالا بردن اینها، استاندارد یک جامعه رو بالا بردن. به امیرالمومنین تعارف نداریم، برادران عزیز افغانستانی مستحضرن. تا قبل قصه فاطمیان مردم افغانستانی رو به چی میشناختن؟ دم کارگران. استاندارد یک قومیت رو بالا بردن، یک کشور رو بالا بردن. یا نه همونایی که شهید دادن، اون که مبارزن. جهاد اینه، شهید اینه. 2 ساعت چقدر من نمیدونم، بیشتر کمتر زیر چک و لغت و کتک باشی، بر نگردی که بگی آقا این اولاد شماست این سید. بعد به طریق اولا اگر تو کسی که آقا ولی فقیه معصومه، خیر، خود ولی فقیه همچین ادعایی نداره. وقتی تو رکاب ولی فقیه اینجوری وای میستی، به طریق اولا پاره تو رکاب ولی معصوم شمشیر میچرخوندی. حضرت عباس وقتی امان نامه برش آوردن گریه میکرد. تو چرا گریه میکنه حالا؟ گفت چی تو من دید جرأت کنه برای من امان نامه بیاره؟ من برای این ناراحتم. این همه آدم چرا برای من اینو امان نامه آوردن؟ چجوری من رفتار کردم دشمن طمع کرده؟ چجوری من رفتار کردم؟ این میشه که شما بعد 1400 سال کنار امام معصوم دیده بشی، خیلی حرفه. همون تو حرم ابا عبدالله، حرم امیرالمومنین، کل امامزاده و اشخاص بزرگ دفنن که من و شما میریم زیارت میکنیم اصلا نمیشناسیم، نمیدونیم. خیلی باید یل باشی حرم جلو حرم ابا عبدالله دیدش. خیلی باید یل باشی توی زیارت نامت امام معصوم. زیارت نامه حضرت عباس معصوره. از امام معصوم امام صادق بگی که برو بگو وایستا جلوی این حرم بگو لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی عباس رو نشناسه. الله اکبر. یعنی عباس شناسی فرض است. ببین استاندارد آدم ها رو حضرت عباس بالا کشید. بعضی استاندارد یک قومیت میبرن. شما اینجوری میبینید دشمن داره نگاه میکنه میگه با این ایرانی ها نمیشه جنگید. ما گفتیم نسل عوض بشه، 1070 بیاد، 1080 بیاد، کار تمومه. اینا 1080 هاشون زیر چک و لغت و مشت و کفش و سنگ و چوب و کیف و وای میستن، کوتاه نمیان. دشمن اینو میبینه. بعضی موقع یه جوان، یک شهید باعث میشه یه جنگ عقب بیفته. اوباما وقتی بهش ایراد گرفتن جمهوری خواه کنگره که چرا با ایرانیا داری برجام پیش میبری، مذاکره میکنی، باید با اینا جنگید، گفت نه شما ایرانیا رو نمیشناسید، ما تحقیق کردیم. گفتن چرا؟ گفتن اینا یه جنگ 8 ساله‌ای داشتن، نشون میده تو میتونی شروع کننده جنگ باشی، با اینا پایان دهنده جنگ نیستی، ولت نمیکنن. ببینی یه شهید رفته جون داده 40 سال پیش، هنوز که هنوزه داره امنیت آفرینی میکنه. داعش میدید که موصل رو با 2500 نفر آدم گرفت. پیام داره دیگه، میگه شخم میزنم تا ته این مملکت رو میرم. اما این خون دادیم یه وجب از خاک این مملکت نرفت. اینم پیام داره. راجع به فلسطین عرض بکنم. ببینید یه نکاتی رو میخوام بگم، حالا تلویزیون شاید بهش نپردازه. البته یه برنامه خوبی شبکه افق گذاشته به افق فلسطین، کارشناسای مختلف از جناح‌های سیاسی مختلف دارن دعوت میکنن، خیلی خوبه. این برنامه خوبیه. خب بعد یعنی میدونم حالا من چون
یکی دو تا برنامه‌اش دیدم برنامه خوبیه. نمیدونم شاید اونجا گفته شده یا نه. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. یه طرحی رژیم صهیونیستی از 20 سال پیش دنبالش. اگر دقت بفرمایید دریای سرخ به دریای مدیترانه که میرسه اون بالا دو شاخه میشه. بین این دو تا شاخه رو میگن صحرای سینا. یکیش سمت مصر، یکی همین شاخه به مرز اردن میرسه تا جنوب فلسطین اشغالی که شهر ایلات اسرائیل. خوب عنایت داشت. اون کانال این طرفیه رو که الان باز کشتی‌ها میرن ما ایرانی‌ها حفر کردیم. 2500 سال پیش وقتی رفتیم مصر رو بگیریم با کشتی رفتیم انتقال نیرو دادیم. معروف بوده به کانال داریوش، حالا میگن کانال سوئز. اینها این یکی رو دارن حفر میخوان بکنن. 10-15 میلیارد دلار هم پول امریکا براشون گذاشته کنار وام بده با 1% سود. 1%. این اگه حفر بکنن بهانه‌شون هم چیه؟ این کانال رفت و برگشتی بشه. یعنی کشتی از این یکی برن از اون یکی برگردن. این برای اسرائیل تولید قدرت میکنه. چون 14 تا نقطه خیلی مهم ما رو کره زمین داریم. کلا 14 تا نقطه مهم داریم. از این 14 تا 2 تاش دست ایرانه. ما 1% جمعیت دنیاییم. 1/100 طبعا باید دست ما بود. اما 2/14 یا 1/7 دست ماست. یکی تنگه هرمز، یکی هم این جزایر سگانه. اینه شما میبینین اماراتی میشینن پا میشن میگن جزایر سگانه. بر همین خلیج فارس عمقش کمه، متوسط 40-45 متره. کشتی‌ها کفشون میگیره بخوان رفتن اقیانوس پیما و نفتکشا. بین این 3 تا جزیره عمق زیاد میشه. از اون طرف هم فاصله دریایی که حق برای هر کشوریه قشنگ همپوشانی پیدا میکنه. اونجا آبهای سرزمینی ماست. هر کی رد بشه اونجا باید از ما اجازه بگیره. متوجه شدید؟ بارها امریکایی‌ها اومدن سرمایه‌گذاری‌ها کلان کردن، آزمایش کردن که خلیج فارس و جنوبشو زمینشو بکنن زیر دریا رو ها که کشتی بتونه رد بشه. خلیج فارس شمالش صخره‌ایه سمت ما، جنوبش شنیه. اینا هر چی میکنن یه موج میزد دوباره پر میشه. عنایت داشتید. حالا دردآورش میدید چیه؟ از این 14 تا گفتم 2 تاش دست ماست، 7 تاش دست مسلماناست. به غایت این جماعت بی‌عرضن، بی‌عرضه، بی‌لیاقت، بی‌غیرت. خب یعنی فقط اون تنگه ها رو ببندن دنیا خاموش میشه. یه انصارالله که یه گروه جهادیه که دیگه لنگ دمپای دستشون میکنن، یه کلاشینکوف دستشون میگیرن و دامنا رو میزنن بالا میدوئن تو بیابونا. الان آمریکا یکی از دلایلی که میترسه از انصارالله که میگه این باب المندب رو میبنده. یه دوش پرتاب کشتی میزنیم. کشتی سعودی‌ها رو زدن دیگه، سالی زدن دیگه، بعد اون حسابکار دست همه اومد. حالا اسرائیلی‌ها میخوان اینو بکنن، گوت کنن. منتها اینو بکنن کجا رد میشه؟ وارد دریای مدیترانه میشه؟ از کنار نوار غزه. عدلی همونجا. حالا فکر کن اونجا 2 میلیون آدمن که اینا خودشون جزئی از محور مقاومت میدونن، برخلاف خیلی از این کشورهای عربی که با دادن رفته. آقا خیلی ها یه ماه برق رود قطع کنن، آب رود قطع کنن، اینجوری بکوبن و این مردم بازم وایستادن. تعجب میکنه آدم اینو. بچه‌ش رو دستش گرفته تیکه تیکه میگه حسبی الله. عجیبه واقعا. اینا برای همینه میخوان اینجا رو تخلیه بکنن که اون کانال رو بکشن. بعد از این چی میشه؟ کل کشتیایی که میخوان برن یا حالا مثلا رفت میشه و برگشت میشه دیگه نیازمند اسرائیل. یعنی این مصری‌ها اگر انقدر شرفه مثلا ملی‌گرایی می‌داشتن باید جلوی اسرائیل رو می‌ایستادن، چون این کار کانال سوئز رو کم اهمیت میکنه. چون کانال سوئز دست مصری‌هاست دیگه، کم اهمیت میکنه. بدونید پشت سر این قصه ها مسائل خیلی جدی تری هست. نتانیاهو در سازمان ملل امسال هر دفعه نقاشی این دستش میگیره دیگه. امسال خاورمیانه که دستش روش نوشت نیو میدل است، خاورمیانه جدید. الان چی میگه؟ میگه در ماجرای غزه مرزهای خاورمیانه تغییر خواهد کرد. دنبال اینو تبدیل کنن به یه دومینویی برای چی؟ و اون خاورمیانه جدید که خاورمیانه است که در اون دیگه جای ایران وجود نخواهد داشت. خاورمیانه‌ای که ما اسرائیلیا با عربا رفتیم بستیم و ایران توش جایگاهی نداره و شروع کرده بودن روند سازشو. اماراتی‌ها که دیگه اصلا بوسه برای هم میفرستادن دیگه، اینجوری عکسای داداشی با هم میگرفتن و بغل کن و نمیدونم هیچ وضعی بود اصلا. عربستان وزیر اسرائیلی دعوت کرده بود اونجا،
فیلماشو میدن، داشتن آروم آروم حساسیت‌ها رو بین می‌بردن که این اتفاق عجیب افتاد که هیچ مسئول کشور عربی الان دیگه جرئت نمیکنه که چی؟ می‌بینید شهید ویژگیش نگاه کنید، این خیلی مهمه. اینو من قبلا تو سخنرانی گفتم، حالا چهره‌ها اینجا جدیده، خب خیلی قول پامنبری ما نیستن تو این میخوام اینو اینجا بگم. فرق یزید با بقیه خلفا تو چی بود که ما مثلا قیام کرد بقیه ما قیام نکردن؟ عرق میخورد، مثلا متوکل عرق نمیخورد؟ علنی متوکل امام هادی رو دعوت کرده، مشروب ریخته با امام هادی تعارف کرده در مجلس علنی. یزید میخواست کفر را سیستماتیک برگرداند. رسما میگفت بنی هاشم با وحی بازی کردن، حکومت بودن، لعبت هاشم بالملک ولا خبر اونجا ولا وحی نزل، نه وحی نازل شده نه چینا، کشک ماسته از خودش در آورده، نمیخواست حکومت رو بگیره. یزید میخواست دوباره، ببین معاویه نفاق داشت، نماز میخوند در پشت پرده، دیگه ببین چی شده که داد مغیره در اومده. خیلی حرفه ها پسر مغیره تعریف میکنه، ابن بکار میگیره، اینا بزرگان اهل سنت. میگه بابا اومدیم داره فوش میده. گفتم چیکار بابا این هیچ حالیش نیست. نمیدونم چرا. گفت نشستیم سر سفره، برگشت گفتم بابا حالا دیگه تو جنگات یه خورده مثلا کوتاه به جلو بنی هاشم. گفت نه من تا اذان از اون بالا نندازم ول نمیکنم. کی گفته ما اینا روزی 5 بار اسمش داره رو مأذنه ها برده میشه، اسم بابای منو که نمیبرن، اسم او رو دارن میبرن. پیامبر این جرئت نمیکرد علنی باشه. یزید علنی این حرفو میزد. ابا عبدالله بلند شد یه خون را انداخت، مثل بمب ترکید، کار به یه جایی میرسه همون یزید تو مجلس خودش برای اینکه خطبه‌های امام سجاد رو قطع کنه میگه اذان بگید. چی شد؟ عقب نشینی کرد. ابا عبدالله امنیتی برای تمام ائمه بعد از خودش فراهم کرد، بعد اون هیچ امامی رو علنی نکشتن. فرق اینه. و الا همان امام سجاد سال بعدش در زمان یزید هست، امام سجاد قیام نکرده، چون این یزید پارسال دیگه نیست. یزیدی که گفته غلط کردم، من نبودم، ابن زیاد خودش سرخود این کارو کرده. همین یعنی چی؟ یعنی غلط کردم. خوبه نهایت داشته باشید. کاری که اینجا این شهدای غزه انجام دادن اینه، خونی ریخته شد، خون مظلوم، که این عربا از قبل هم ارتباط داشتن با اسرائیل، سال هاست، 40 ساله بیشتر. مگه شاه خودش ارتباط نداشت؟ اون تو علنی جرئت نمی‌کرد. کاری کردن که هیچ سران کشور عربی دیگه چی؟ علنی دوباره رفت به محاق. یعنی هرچه اینا رشته بودن پنبه کرد. اصلا میدونید دلیل اصلی ترور حاج قاسم همین طرح بود. طرح معروف معامله قرن، طرح ابراهیم. گفتن عربا بچه اسماعیلن، یهودی بچه اسحاق. طرحو میذاریم ابراهیم که اینا میخوان با هم دوست بشن. سخنرانی نتانیاهو سازمان ملل امسال همین بود. گفت ایران نمیذاره ما بچهای حضرت ابراهیم با هم دوست بشیم. به سخنرانیشو گوش کنید. خوب نه داشته باشید. گفتن این طرح یه مانع جدی داره. ما بخوایم این طرح رو ران کنیم تو منطقه، حاج قاسم سلیمانی نخواهد گذاشت. دوره ترامپ این اتفاق افتاد دیگه. گفتن چاره جزئی نیستش که باید سردار سلیمانی حذف شه. نه نمیدونستن که سردار سلیمانی بزنن جانشین خلفش سردار قاآنی اون کارو محکم‌تر پیش میبره. اینو بدونیم به مراتب از زمان حاج قاسم امریکایی‌ها تو منطقه بیشتر دارن تلفات میدن. اصلا تبدیل شده به اخبار روتین. شما همین 1 ماه اخبار غزه انقدر این جنایتی که اونا دارن انجام میدن وسیعه، هر روز محور مقاومت تقریبا آمریکا رو زده تو منطقه. 1 ماه برید یه سرچ کنید. با پهپاد اینم کجا رو زد، اونجا کجا رو زد همینجوری. امروز دادش در اومدن دیروز که آقا ایران داره، رهبری هم خیلی صریح فرمودن که آقا محور مقاومت رو ما دیگه نمیتونیم کنترل کنیم. که دست ما نیست، اینا ناراحتن خودشون میزنن. درست شد. وقتی رهبری اون نکته رو گفتن، شما تا ته ماجرا رو میخوندی. اینا دلش نمیتونه شما یه بچه غیور محور مقاومت رو ببینه داره این کشتارا صورت میگیره، بعد کار از دستش هم برمیاد،
تو مملکتش پایگاه امریکا هم هست، موشک هم دست اینه، پهپاد هم دست اینه، نزنه. میشه نزنه؟ حتما میزنه، بیشتر هم خواهند زن. اصلا اسرائیل مسئله نیست، بابای اسرائیل داره میخوره. اینا خودشون گفتن این ایرانیا فرش بافن، از اینا بترسید. اینا حوصله دارن، میشینن یه سالی چون نخمخ با هم سر هم میکنن، بعد که میبینی یه نقشه‌ای در اومد. تو اینا اینجوریان، آروم آروم. ببینید انتقام حاج قاسم کشتن این و اون و اینا نیستن که، اینا همشون نخ کفش حاج قاسم هم نمیارزن. خونبهای حاج قاسم اخراج آمریکا از منطقه است. آمریکا پشت این رژیم حرامزاده است که این جرأت میتونه این کارو. گذشت اون زمانی که رژیم صهیونیستی میاد تو این کشورها بمباران که میره. ما درگیر جنگ با عراق بودیم. عراق خب دنبال سلاح شیمیایی دولت کشتار جمعی بود دیگه. داشت رو نیروگاه اتمی اوزیرا که خوشم کار میکرد. اسرائیل یعنی صدام درگیر جنگ با ماست، اومد نیروگاه اوزیرا که عراق بمباران کرد برگشت. من نمیذارم توی منطقه کسی. یعنی اینجوری لات بازی در می آورد. یه هواپیماشو دزدیدن، هواپیما ربایی کردن به قولی فلسطینی‌ها که برن اسیر آزاد کنن. بردن تو انتبه نشوندن. داداش همین نتانیاهو فرمانده اون یگان در واقع رهایی‌گروگان بود. حمله کردن رفتن. اون عملیات یه کشته از اسرائیلیا داشت، از نظامیاشون، همین داداش نتانیاهو بود. خب یوناتان نتانیاهو. این بنیامین نتانیاهو هم که میدونید به فارسی چی میشه دیگه. به ترکیشو بگم الله وردی. نتانیاهو یعنی خدا داد. خب به عبری. بعد خدمت شما عرض بکنم رفتن، ببین یه کشوری اون هواپیما رفته نشسته، کشور ثالثی اصلا ربطی نداره. رفتن گروگانا رو آزاد کنن، کل فرودگاه هم بمباران کردن، کل جنگ 1/3 توان نیروی هوایی اون کشور هم بین رفت. یعنی اینقدر اینا پر روان. امروز اصلا بحث اینا نیستش که اصلا اسرائیل تو قد و قواری مثلا نبرد با حزب الله میترسن. انجا حزب الله داره میزنه دیگه، در همون حد داره جواب میده. جنوب مثلا خمپاره نمیدونم توپ. خب چرا هواپیما بلند نمیکنی بری بزنی مثلا بیروت و فلان؟ نه میدونه عدد موشک. من آخرین بار من فکر کنم 80000 تا صبح رفتم نگاه کردم، برآورد رژیم صهیونیستی بالای 200000 تا راکت و موشک توی حزب الله دسترس حزب الله. نه دیگه از این راکتایی که حماس میزنه، نه موشک نقطه زن. نمیدونن این قصه رو شروع کنن پایانش چیه. اسرائیل از درون فروب خواهد باشه. خود این جهودا ترسو هم دیگه تو مملکت زندگی نمیکنن. اون صحنه که اینا داشتن فرار میکردن، این ملت با موتور دنبالشون بودن، این که ثبت شد تو ذهن این جهودا. جهود جماعت به جندوسی معروفه. قرآن میفهمین هر کدومشون مثلا 1000 سال عمر کنن. نگفته احرس الناس، میگه حریص‌ترین مردم علی الحیات، بر زندگی همینا رو خواهی یافت. لتجدنهم، یعنی اون کریدوری که اینا فقط تو اون تیکه 15 میلیارد باید خرجش میکردن، تا بمبئی میخواستن این کارو بکنن 500 میلیارد دلار برای این پول گذاشته بودن کنار. 500 میلیارد دلار می چقدر پوله؟ همش هوا شده. این علیفی که بر ما آدم شده بود قد میکرد، گفت میام جنوب ارمنستان رو میگیرم و نمیدونم فلان، تا اسرائیل همچین چکی خورده از حماس دیروز اعلام کردن رسما که ما کلا این عبور کریدور از جنوب ارمنستان رو بیخیالش شدیم. چرا؟ با خوش میگن خب ما اگه این کارو میکنیم که با ایران درگیر میشدیم. با ایران درگیر میشدیم به پشتوانه کی؟ اسرائیل. اینا با 4 تا پاراگلایدر رفتن شخم زدن تا 10 کیلومتری نوار کرانه باختری رفتن. با ایران میشه در افتاد. که من عرض کردم گفتم اصلا ایران ارتشش لازم نیست با شما در بیفته، سپاهش لازم نیست با شما. پایگاه بسیج تبریز، ارومیه، اردبیل صاف میکنن تا شما جمهوری آذربایجان میگیرن. بابا چی فکر کردی؟ اصلا هم نمیخوان. یه افشانه فلفل می دستشون، یه شوکر، تمام بالا رو شخم میزنن صاف میکنن میگیرن. نه حقیقت همینه. این که وزیر امور خارجه ما میره سازمان ملل صحبت میکنه و صراحتاً میگه که قطری‌ها و ترکیه‌ها بدونن حماس اسرا رو به ایران تحویل خواهد داد و این مبادله اینجا زیر نظر ما انجام میشه. یعنی چی؟ شما ببینید جهودا یه دونه اسیر رو با 5000 نفر عوض کردن با مصری‌ها. یه نفر رو با 5000 نفر.
حالا که اینا 200 تن توشون ژنرال هست. اسرائیل معنی این حرفا رو میفهمه. و شوخی بردار نیست. جمهوری اسلامی اینا آقا بین الله، من آدم نیستم خوشایند کسی حرف بزنم، چیزی رو نرسم نمیگم. گوش کنید چی رو خواهم عرض کنم. بین الله انقدر استادانه و معنی واقعی کلمه و نرم و دقیق که نه حیثیتمون خورد شه و غیرتمون، نه کشور وارد جنگ بشه. این خیلی مهمه بین این دوتا حرکت کردن. از نظر سلاح‌های متعارف جمهوری اسلامی نامتعارف شد. ببین موشک متعارفه، بمب اتم که نیست، اما این همه موشک یه جا بزنی میشه نامتعارف. ببین تو یه بمب اتم میگی بمب اتم نامتعارف، میگه چرا؟ میگه اون انفجاری که درست میکنه مثلا 50000 نفر میکشه. میگیم حالا 50 تا موشک 1000 تا بکشه چی؟ ما فاصله موشکان با رژیم صهیونیستی زیر 400 ثانیه است. از لحظه شلیک زیر 400 ثانیه رو کلهشونه. هیچ پدافندی هم نمیتونه بزنش. انقدر سرعت اینا بالاست، پدافند اصلا نمیتونه رادار نمیتونه گیر بندازه ببینه کجان. تا بخواد اینا رو پیدا کنه یه ثانیه بعد اون دیگه اونجا نیست. اونا خوبه، اینا باید گنبد آهنین کدوم آبکش آهنی هم نبود، آبکش پلاستیکی هم نبود، راکت ها اینا رو نمیتونه بزنی. شما دیدید یه پهباد ایرانی ما قبلا به روسا داده بودیم، ما هیچ ربطی به این جنگ نداره. شاهد یه پهباد ایرانی موازنه جنگ رو تغییر داد تو روسیه و اوکراین. موازنه رو تغییر داد. شما میدونید چه سلاحایی جمهوری اسلامی داره که تا اصلا رونمایی نکرده. دیونه نیستش که رونمایی کنه. که من یه توییتی زدم چند وقت قبل، نوشتم که فکر کنید چی قریب به مضمون، فکر کنید میشد موشک و مثل چغندر تو زمین کاشت. بعد میرفتی تو منطقه هر جا دوست داشتی میکاشتی، هر موقع دلت میخواد از زیر زمین موشک میومد بیرون میخواد تو کله اسرائیل. #مزرعه موشکی. اونا اومدن 2 روز زیر توییت من نوشتن آره خوب بود اگه میشد، اما مزرعه توهم همچین مزرعه وجود نداره. بعد یهویی رونمای موشکامون بود، از زیر زمین موشک میومد بیرون. اونا خودشون میگن جز 4-5 تا کشور اول دنیا در موشک، در پهپاد دارن. بابا کی میخواد شما وارد جنگ بشید؟ اصلا دیگه لازمه جمهوری شما یه گروه نظامی که اینا رو باید شما بدونید با چی راکت درست میکردن. اینا با لوله‌های آبی که از زمان انگلیسا قیمت انگلیس مونده بود زیر زمین، لوله زنگ زده رو در میآوردن، کود شیمیایی و شکر رو با هم قاطی میکردن، ازش سوخت موشک درست. موشکایی که اسرائیل میزد عمل نمیکرد، میرفتن مواد منفجره‌شو برمی داشتن خودشون استفاده میکردن. اینجوری دارن میجنگیدن. که خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو رسون به این مرحله که ببین الان 1 ماه شخم دارن میزنن، اینا بازم دارن راکت میزنن. نتانیاهو که تمام، اصلا شک نکنید قصه گنده تر از نتانیاهو اسرائیل است. صحبت 200 سال آینده دنیاست. اینا میخوان ایران از مرکز تبادلات و رفت آمد جهانی حذف شه. بالای ما دریاست، پایینمون هم دریاست، بالای دریایی بالایمون یعنی دریای مازندران هم قطبه. منطقی ترین جا برای تردد بین شرق و غرب دنیا ایران است. اینا دارن اینو حذف میکنن. میخوان بیان از جنوب ما از هند ببرن رد کنن. میخواستن از کشورهای ترک رو به هم بچسبونن، از قزاقستان که با چین مرز داشت بیان تا دریای مازندران بره باکو، از باکو این وسط ارمنستان قطع کرده بود، بیان جنوب ارمنستان رو ببرن برسن به نخجوان یه مرز کوچیکی با ترکیه داره، اینم رضا شاه داد وگرنه اونا نداشت. انگلیسی بودن که فنی میدونستن چجوری نقاشی بکنن کجا رو بکشن برسه به ترکیه هم چی؟ از دریا با اسرائیل. الان میگن که اسرائیل اعلام کردن، میگن این سوخت این هواپیماهای ما نفت باکوه ها، از باکو نفت تهیه میکنن. میخواستن این ارمنستان رو ببرن دیگه، اینا به هم بس میشدن از بالا بیان رد بکنن ایران رو حذف کنن. وقتی ایران محل توجه باشه، تمرکز باشه، کسی قابل حذف نیستش. شما میبینید توی تحریم ها چابهار و هندیا میخواستن بیان سرمایه گذاری کنن، از اونجا کالا صادر کنن. هندیا با آمریکایی‌ها فشار آوردن، چابهار معاف از تحریم‌های آمریکا بود دیگه. میدونید این سالا وقتی شما بیای این قدرت نظامی اینجا برای کشور آورده اقتصادی داره،
شما میری یک کشتی میخری چند میلیون دلار، همین تانکای مرکابای دیگه ته تانکا جز بهترین تانکای دنیا بوده، جز 4 5 تا تانکای خوب دنیا، یکی تانکا مرکابای مرکبه، این ابری مرکبا میشه. خب میگن اون وسیله بوده حضرت داوود باش میرفته آسمون، حالا اینا ببین چی اصلا تانک درست کردن باشه. خدمت شما عرض بکنم بعد انگار مثلا ما تانک درست کنیم بزنیم براق، متوجه بشین چه ادبیات مذهبی پشتشه. اینا 6 میلیون دلاره دونه ای، می‌خواستن اینم به کلمبیا به کجا بفروشن، قیمت گذاشتن 6 میلیون دلار. این فیلمای اومد این پهپاد بالا موشک آر پی جی مینداخت رو کلهشون، 400 دلار قیمتش. 6 میلیون 400 تک 400 دلار، 6 میلیون دلار. جوری هستن بازی رو به هم میریزه بعضی موقع این هوشمندی محور مقاومت. یعنی چیکار کنم؟ مثلا رهبر حاجی زاده تعریف میکرد، در خود من گفت تلویزیونم ایشون گفته، میگم من رفتم خدمت آقا چیزو بدم، این برنامه‌ای که میخوام فرمانده هوافضا بشم، کلی توضیح آقا من این کارو کنم اون کارو کنم ال کنم بله کنم. ایشون یه نگاه میکرد گفت من از شما موشک خود نقطه زنی میخوام. مثلا ای بابا مثلا من دوباره اون مبنا رو میذاره رو نقطه زنی. چرا؟ چون فقیه بیگناه نباید کشته شه. بعد تو ماجرای روسیه گفتن آقا فقط سلاح‌های ایرانی امروز تو دنیا کاربرد داره، چون هم پهپادشون هم موشکاش اینا نقطه. ما اربیل و شخم زدیم یه بیگناه کشته نشد، شخم زدیم دیگه. مقر داعش و شخم زدیم یه بیگناه کشته نشد. می‌دونی چرا این سلاح خوبیه؟ چون سلاح آخونداست، شهر براشون مهمه. آره یه بیگناه نباید کشته شه. هوشمندی رو ببینید، شما دست میذاری رو موشک، دست میذاری رو پهپاد. و این آدم اینقدر خوب بود. اینا اگر ببینید شما مثلا میگفتن 76 امریکایی‌ها می‌خواستن به ما حمله کنن، 76 76 می‌خواستن به ما حمله کنن. اون موقع ما قدرت موشکی بودیم، حمله می‌کردیم چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ اینقدر خوب سیاست ورزی کرد، با اصلاح طلب اصولگراها بازی کرد به عنوان رهبر، اینقدر استادانه. این آمریکایی‌ها به خودشون دیدن اینا 8 سال حواسشون رفته به اصلاح طلبا، نگاه که این بغل موشکی شد ایران. و این احمقام شیشه عمرش قولشون رو یعنی اسرائیل آوردن گفتن دمپر ما تو تیر رسمون. حالا میخوای بری شما میلیاردها دلار خرج بکنی یه هواپیما یه تانک بخری فلان، با یه پهپاد اینجوری زارتی الفاتحه. خب فاتحهش خونده میشه، چون لازم نیست. چقدر مگه خرج داره ایران داره میکنه؟ خرج مثلا حماس داره میکنه، خرج گروهای مقاومت میکنه، خرج حزب الله لبنان میکنه. بیخ گوش اونا اونجا نگه داشته، دست از پا خطا میکنن، یه حالی به اسرائیل میدن. اصلا نداریم در دنیا، نظیر نداره. خودشو بیان من دارم علنی میگم، میگه فردا میان صحبت منو میذارم میگه نه نظیر داشت فلان جا. نظیر نداره این نوع مدیریت. این که میگن ایرانیا، ما که لله این کارا رو کردیم، اینو بدونید. دنبال منافع ملی می آید در پس آن، من کان لله کان الله له. هر کی با خدا باشه خدا اینا رو میاره. یهویی 500 میلیارد دلار طرحشون اینجوری هوا میشه. با چی؟ با یه گروه مقاومت. طرح جمهوری آذربایجان و ترکیه و قزاقستانشون هوا میشه. طرح توران بزرگ با چی؟ با همین. طرح سازش اعراب با اسرائیل هوا میشه. آقا با یه تیر چند تا نشون بزنی بین الله. یه نفر با یه تیر یه نشون میزنه میگن دمش گرم، با یه تیر 10 تا نشون زدن. برای چی اونا میگفتن سر مار در تهران است؟ ما دنبال زیر بغل مار نگه، چون دومش هم نمیتونی. برای اینکه نشستن با خودشون 2 تا 4 تا کردن، گفتن ما هر جوری حساب میکنیم هیچ کسی مثل ایران از این ماجرا ذینفع نشده. میگم نه عزیزم شما اینجوری فکر نکن، ما لله کار انجام میدیم. اعتقاد ما اینه برای خدا کار کن، خدا راه راست رو برای تو کج میکنه، نترس، میاره تو مسیرت قرار میده. جز این بوده. یه مثال دیگه بزنم. کی تو مغز صدام کاشت یه سال بعد خدا وکیلی دارم ببین ما آخر جنگی قم شهرتو نگاه کنیم، زپرتمون در رفته، تعارف دیگه نداریم دیگه، کلی شهید زخمی، خانم اقتصاد پکیده، هیچ ابزار نظامی دیگه نداریم.
50 60 هواپیما مونده، اینو F4 رو وا می‌کنن رو F14 می‌بریم، F14 رو F4 می‌بریم، یک شیر تو شیری به ما حمله می‌کردن. می‌خواستیم چیکار کنیم؟ هیچ کاری نمی‌تونستیم کنیم. که از قضا یه سری خلوچل تو مملکت می‌خواستن ما رو به جنگ بندازن. صدام حمله کرد به کویت. اینا میگفتن ما باید بریم با صدام یکی بشیم به کویت، هم به آمریکا بجنگیم. آمریکا هم پشت سر کویت در اومد. جنگ اول خلیج فارس. بابا ما تا دیروز داشتیم با این صدام می‌جنگیدیم، آخه رهبری اجازه نداد. گفت من هرگز اجازه نمیدم. خیلی جایشون جلو جنگو گرفته ها. یعنی اینا قشنگ می‌خواستن ما رو بندازن تو دهن کوریکودیل، نگذاشته. بعد اینجا رو گوش کن. صدام یهویی نماینده‌شو فرستاد ایران. پیغام داد. چی؟ آقا ما 151 هواپیما داریم، فروند هواپیما داریم که آمریکایی‌ها اینا رو می‌خوان بزنن. خب به ما چه؟ ما نشستیم با خودم 2 تا 4 تا کردیم این هواپیما اگر تو ایران باشه آمریکا نمیزنه. به یک شب بابا ما تا پارسال با این جانی جنایتکار داشتیم می‌جنگیدیم. به یک شب ایران صاحب 151 فروند هواپیمای مدرن شد که روسی بود. الان معاون صدام مصاحبه کرده، میگه صدام اومد توی خونه امنی من باش جلسه گذاشتم. میگه برگشتم بهش گفتم داری اشتباه میکنی، این کارو نکن. مصاحبه کرده با این شبکه‌های عربی، گفت داری اشتباه میکنی. گفت نه کار درست همینه. تو این خون شهید پاکه، این خون پاک معجزه میکنه. ببین اینا دستشون باز میشه اون دنیا دیگه. تازه اون دنیا که یعنی همین دنیا اثر دارن، شروع میکنن کار عجیب غریب کردن. مثلا فکر کنم میشه نشستن با هم دیگه میگن واش میخوای کاری کنیم، مثلا کار عجیب چه، صدام هواپیماهاشو بده به جمهوری اسلامی. آقا خدا وکیل یه نفر همین حرفو میزد بیزون گفت بیا برو شرط بندی کن، میکردی؟ با حلال حرام شرط بندی هم کار نکردن. عمرن میگفتی عمرن دیدی شد. الان فکر کنم حاج قاسم نشسته اون ور داره طراحیایی میکنه. بیا چیکار کنیم با یه تیر 20 تا نشون بزنیم. شهید زنده است، شهید اثرگذاره، یعنی همین قصه فعلی. اینایی که ببین اینایی که این ادعای ملی گرایی دارن الان سر فلسطین حرف مفتارن میزنن، اینا خیلی بیمارن. بیمار به معنی من نمیدونم، میترسم بگم من از خر نمیفهمن، خر اون دنیا خیر منو بگیره بگه برای چی گفتی؟ بابا اصلا دین به کنار، اخلاق که وظیفه ماست این کارو انجام بدیم. به کنار تو کشور خودت دوست نداری؟ اینا میخوان ایران رو حذف بکنی، تمامی تو. اما اینجا میگه نه، هر کی از شرق و غرب عالم خراب بشه از هیچ چشم مبرد شه. تنگه هرمز رو داشتن دور میزدن. از قبل تنگه هرمز کل خطوط لوله و نمیدونم چه و چه، نفت و گاز و کوفت و زهرمار رو انداختن. از عربستان میره اردن، از اردن میره اسرائیل. خبر ده تقریبا 7 تا خط لوله زدن که فقط تنگه هرمز رد کنن که زیر نظر ایرانه. کارگران مشغول کارند، خبر نداریم میلیاردها دلار خرج کردن. من از این چیزا زیاد دیدم، زیاد شنیدم. رفتیم چابهار، ما بعد این چابهار رو راه مینداختیم. گوش کنید اینم هر ما هم برادرم رسیدن به من بگید. خب چابهار رفتیم، ما چابهار رو بعد راه مینداختیم که هندی‌ها میخوان صادرات انجام بدن، بیارن چابهار ما راه آهنش رو درست کردیم، بفرستیم اونجا، بفرستیم روسیه، بفرستیم ترکیه، از ما رد شن. این خیلی مهمه. فردا روزی جنگ با ایران به ضرر هند هم خواهد بود. برای همین پاکستان که رقیب هنده تو چابهار بمبگذاری میکرد. حملات تروریستی یادتونه؟ این گروه جند و شیطان انجام میداد. اینا پشت سر کی انجام میدن؟ ISI پاکستان، سرویس اطلاعات نظامی پاکستان. اینا اونجا رو ناامن میکردن که حالا چی شده؟ ساحل اونجا عمقش کمه. خوب گوش کنید. یعنی کشتی نمیتونه پهلو بگیره. باید میومد کشتی تا بندر عباس، بارو خالی میکرد، بعد مثلا میده همون بار دوباره روی زمین، بعد برمیگشت سمت مثلا سیستان بلوچستان. راهکار چی بود؟ مهندسای ایرانی گفتن آقا ما توی دریا پیشروی میکنیم، میریم جلو، ساحل مصنوعی میسازیم، میریم جلو تا برسیم به عمقی که کشتی بتونه چیکار کنه؟ پهلو بگیره. من اونجا رفته بودم، برداشته بودن یه مربع بزرگی درست کرده بودن بتونی، بعد توی اینو بعد پر میکردن. آقا نمیدونم فیلم گرفتیم یا نه، عکساش هست، شگفت انگیز بود. مثلا مهندس اونجا مثلا انگشتش قطع شده بود زیر این سنگا. خدا شاهد قیافه مهندس رو میدیدی مثلا سوخته بود این چهره زیر آفتاب دیگه، حنجره نابود، بس که داد میزد. یه دونه ماشین از این ماشینای این که بیل میگن میناها، بیل مکانیکی ژاپنی بود که من یادمه این سنگا رو کامل بلند نمیکرد، قل میداد اینجوری، اینا رو میچید. گفتم چرا اینجوری میکنم؟ گفت این اگر بشکنه همین یه دونه رو داریم، هیچ چی دیگه نداریم.
یعنی تو دل این سختی ها این تحریم. آقا اینو می‌خواستم پر کنم. یه موج شکنم فرانسوی‌ها قرار بود بیان برام بزنن، این بی‌شرفا هم زدن زیرش. موج شکنم خیلی محاسبات پیچیده‌ای داره. آقا اینا ما این مربع رو درست کردیم، حالا می‌خوام توشو پر کنیم. ببین اون خاک و خل بعد بریزی اون تو، خب سنگ هم باید باشه حل نشه. کارو نگاه کن چی شد. یه موج شکنم درست کردیم جلوش. درست شد؟ تو اندونزی سونامی اومد. موج اون اندونزی سونامی موجش اومد چیکار کرد؟ این موج شکن ما رو کلا خراب کرد. همه ریخت این طرف. این بچه‌ها گریه میکردن، گفتن خدایا معلوم است با کی تو کدوم بری بدونیم ما. اولا موج شکن بد ساخته بود. این که خراب شد فهمیدیم که ایرادش کجا بود. موج شکن دومی رو درست کرد. بعد که نشستن محاسبه کردن دیدن عجب پولی که باید میرفتیم چیز بیاریم این مربع رو پرش کنیم چندین برابر همین سیل مفتی میشد که خدا آورد ریختیم تو. یعنی از نظر اقتصادی کاملا به نفعمون شده بود. اون موج شکن هم بعدها میترکید. حالا امروز نه، اون موقع خیلی چیزا رو خراب میکرد، یه بندری رو خراب میکرد. به خدا امداد غیبی نی. دست خدا 44 سالش باش، 44 ساله دارن میگن 6 ماه دیگه تمومی. 2 تا 44 تا میشه دیگه، هر سال 2 تا 6 ماهه. 88 بازه زمان تموم، 6 ماه دیگه تموم. ما فامیلی داریم 85 6 بود یادم نیست که بود. گفت ببین اردیبهشت تمومه. آخوندا رفتن. گفتم مینویسم ثبت میکنم. الان هر دفعه میبینمش میگم چه خبر. نه خیلی جالبه این صهیونیست‌ها یه خاخامی داشتن عبیدیا یوسف، خیلی پدر سوخته بودین. خیلی صهیونیست. این یه شب کل اومد صحبت کرد، مردم اسرائیل خواست، گفت بیا تا صبح ما بشینیم. من رفتم طلسم داوود نوشتم، طلسم سلیمان که بشه یه بلای سری آخوند آورد. سر ایران جمهوری اسلامی. بعد دیدن هیچ چیزی نمیشه، اثر عکس میذاره. بعد خودشون مقاله نوشتن آیت الله کرز. نفرین آیت الله ها. میگه اینا میشینن یه نفرین میکنن بابای ما این مرد در میاد. حالا قصه چی؟ اینا آیت الکرسی رو که حفظ میکنه اینا به عنوان آیت الله کرز خوندن. کرز یعنی نفرین به انگلیسی. آیت الکرسی آیت الله کرز. مقاله نوشتن. دست خدا رو میبینید. میدونی امروز چرا این جوون ما شک میکنه آمریکا رو قدرتمند میدونه؟ برای اینکه اینا ببرن مردم بچه‌ها بیانشن. کجا شنیدین اینا رو تلویزیون بگیم؟ هر چرت و پرتی رو میذارن جز این چیزا که باید به مردم بگن. برنامه‌ام سالی یه بار میخوام بدن، میرن ساعت 1 نصف شب 2 نصف شب برنامه میدن برای اون کسی که شیشه کشیدن خوابشون نمیبره بیدارن. من این دفعه رفتم برنامه گفتم تو شب بخیر ان شاءالله تا سال دیگه خداحافظ. شب زنده‌داران عزیزمون که نماز شب خونه که تو سجاده از تلویزیون روشن نکردم که شیشه کش کار نداره اصلا با تلویزیون جمهوری اسلامی. اینا به مردم بگید، اینا خدا عمدن این مثال ها رو میذاره که قوت قلب من شما بگیریم. اما میشه شما جلو کل دنیا بیستید نتونن هیچ کار کنن؟ هر اتفاقی داره میفته همش به نفع ایران. اینا همدیگه رو دارن متهم میکنن. ببین اومدن تو عراق، ببین بزرگترین دشمن ما تو منطقه صدام بود، خود خرشون اومدن انداختنش کنار، عراق افتاد دستم. بعد رفتن تو سوریه بهانه درست کردن که ایران بتونه از کشورهای محور مقاومت یک ارتش واحد بسازه. الان ما از پاکستان، شمال اقیانوس هند تا دریای مدیترانه ما ارتش واحد داریم. هیچ کس به گستردگی ما نیرو تو منطقه نداد. خاورمیانه از زمین منطقه دست ماست، هواش هم با پهپادامون دست ماست و موشکامون. میبینید؟ خب کی بوده؟ ما سوریه رو شروع کردیم، خود اینا داعش درست کردن. هر کاری دارن میکنن به نفع ما میشه. خب یه جای کار میلنگه دیگه. بله من خدا اراده کرده با جمهوری اسلامی بزنن تو دهن اینا. چیزی که من میفهمم اینه خدا اراده کرد بچه کشا فرعون یه بچه رو زنده نگه دارن، همون قاتلشون بشه. لج خدا رو نگاه کن، استغفر الله. لج یعنی میخوام اراده الهی رو ببین. عمدن یه کاری که موسی تو خونه خود فرعون بزرگ شه. خب یه جا دیگه بزرگ میشد چی میشد؟ نه بعد من حال اینو بگیرم. بچه میکشی وایسا نگاه کن. صدامو تجهیز کردید، یه کاری میکنم آخر جنگ یه سال بعد جنگ کل سلاحاشو بده به ایران. آ من میشه، حالا وایسا میشه نمیشه. هر کاری کردن به نفعم شد یا نه؟ میتونم 50 تا مثال براتون بزنم.
از حوزه اقتصادی بگیرید چه ببین من منکر کمکاریا نیستم همین اول جلسه که دیدی که ادیار شستشو دادم، منکر نیستم، زیاده درش شک نکنید. اما اون جاییه که ما اخلاص گذاشتیم کنار، اونا مال اون بخشیه که ما چیکار کردیم. مملکتی که اینجور موشکای آنچنانی که جهان رو مبهوت کرده داره میسوزه، بعد مثلا یه جای گیر پوشک. چطور میشه؟ میگه مدیراشون فرق میکنه. مدیر اینور مخلصه، لله کار میکنه، جهادی کار میکنه. مدیر اینور دنبال حقوق و وام و سفر خارج و بچه‌ام بفرستم آمریکا و یکی بفرستم نمیدونم کجا و ایناست دیگه. معلومه نتایجشون یکسان نمیشه. خدا اونجا با تو کاری نداره، اونجا شیطون رفیقته. هر جا ما مخلصانه وارد شدیم، محکم وارد شدیم، پشتوانه خودمون رو خدا قرار دادیم، پشت به مبانیمون نکردیم، از زمین و آسمان برکت بارید و نتیجهش هم امروز میبینیم. انشالله خداوند اون که دارن خدمت میکنن و موفق بدارشون، اونایی که بینام گمنام دارن زحمت میکشن هر جا هستن اجرشون محفوظه، خدا 100 چندان کنه. اونا هم که دارن خیانت میکنن در درجه اول، در درجه دوم، در درجه سوم تا درجه دهم، خدا هدایتشون کنه، نمیشن نابودشون کنه. الساعه العجل به عدد ما احاط به علمک. برادرم تشریف آوردن، ببخشید من مصدق شدم، توفیق اجباری بود، میفرمان بازم بیاید جلو. همین صلواتتون رو بفهمید.